سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین، تنصیحت هستین. امروز نواری ما خیلی که میبینید از انم آشخانه از کوخنی سر میشه با تیار کردن پختپز و تیار کردن خوراک هم خیلی چیزا. امروز نواری ما از انم گرسوس تیار کردن و سرش کردیم، کنتر گرسوس کردیم. چخه که میدونید گرسوس بهت خوراکی بالازده و باز خوراک فایده آورم هسته. خوراک گرمه، نمیره در وقت خنکی استفاده برین تیار کنین. سهر یک کاسه می استفاده برین بهت خوراکی به مزه خوراک فایده آوره. نمیجا دوز ما کمتر گرد سرخ کردم، گرسوس تیار کردم. بسیاری وقت ما گرد بسیار تر سرخ میکنم، در خیلی در دیگ کمتر که بسیار تر میدازم سرخ میکنم. بعد در خالدن گرفته بعدی خنک شدن در خالدن میمونم. هر دفعه هر روز تیارک دیگه گرد سرخ نکده اما گرفته استفاده میبرم. ادایجا باشه مالکه خالی چیزام تمام شده گیه چند قشته خالی گردی بسیار تیار نکدم. برام کم تر گرسوس کدم، سرخش کدم، آب ریختم. نمی هازی جده آب قطی جوشید بعد شیرشه میدازم. شیرشه بعدی جوشیدن میدازم که نمیخواد شیرش چی میگن گرسوز انم خیلی شیردار میتوه. نمیجده ما گرسوز ما کدم بهت به مزه، حتما تیار کنین شما هم هر روز استفاده برین. نه گرسوز ما تیار شد ما از میکشم کده میخرن. در رمضان ها ما بسیار وقت انم که گرسوز تیار میکردیم. پیش بعدی روزا شکایدن یک کاسه هم گرسوز میخوردم، یا بکلی یا پیاله یا بکلی میخوردم. بعد دیگه چیز رو برام خشتمان میگفت که بیاد فایده آوره، جلد کرم آوگیری نمیمونه، خنکی گرفتن نمیمونه. در اینجا باشه من دوستان عزیز کمتر دیگر چی تیار کرده استم. جا کده کرچکا بریان کرده استم که اتالای بریده کنم برای ماما جانش خشتمانم گریب شدگی بدن. ما گفتم کمک اتالای بریده کنم امرا یک رفته بینیم شون بعد بیاییم. ما اتالای بریده من بنام خیلی اسباب چی میکنم، با همی اسباب میبرم، دستی هم میبرم. با بسیاری وقتا با همی اسباب میبرم. منم خیلی تنکش میکنم. با قسمه جدا کردم مایده میکنم. چی باید مایده کردم برای که دیگی ما که مایده کی هست گفتم زوالش چی بد نیایه، خیلی درازی بد نیایه. برای مایده کردم با همه خیلی هم زوالای ما دراز آمدم. با ما قسم با از بین جداشون کردم. هم خیلی زوالا چخیلی که همه میدونین زوالش یک آب نمک تمام ممخه میگیریم. زوالا رو ممخه گرفتم موندم اتالا داختم. علفای که قاق کدگی بدم در بهار، علفای بهاری قاق کدگی برای اتالا داشتم ایم داختم نخت پختش قطعه ازیر اتالا من زوالا رو هم خیلی تنگ میکنم. این اپارات اسبابه سال 2012 بود 13 بود هم خیلی راچم پدر که کدب دکم خریده بود. نمیدونم چی جشنی بود یا که زادروزم بود یا که برای چیزی که بچم میرم در روان کدب دن. به حد اسباب زورای رحمتی کلان اوچه جان برای اسباب روی کدگیتان. بعد خیلی خشورای وقتی تنه کردن چیده آسانه که زوالا گرفتن زوالا بسیار بگیری بایی میگیری آسانه. منم خیلی بایی طرفش تنگ میکنیم، بایی طرفش ایا کلاو آنم خیلی جدا میکنیم. ایا کلاو زوالا کده جدا کرده نمیجده قسم کده میمونیم. نم خیلی دوستان عزیز زوالا ما حاضر ایا کلاو تنگ میکنم و بعد اتالا ما تیار میکنم. اتالا برای گریب بسیار خوبه اشتها آور. نما همش تنگ کدم چیزا باردوش یک طرف کده میمونم. نمی زوالای گرفتگی ما دسته میکنم. بینین قدر چیزم ما دراز نیسته. نه که بعد دسته کدنم خود دراز میشوه دیگه مایده کدستم اتالا برای ما باید که رو با مایده تر کنم. نه اتالا کدگی ما زوالای گرفتگی ما کلان شد. ما حاضر زوالا رخش رو دستش کردم. ما بسیار وقت زوالا میگرفتم وقتی همه ماما جانش همینجا بدنده. ما زوالا میگرفتم او کسا باشن ایکلا و دسته میکردن. انم خیلی خشرو زوالا را میبردم و دسته میکردن. از که خودم تو قایم نه دسته کده خشرو نه تانستم قشب چسبونده همینجا ده. انم خیلی
نه من اجازه کم میکندمشه برای که درازی بعد بود دیگه دانم قدرش بسای گفتم برای ما کمتر کندمشه جدا کدام من میخوای حاضر نه زولامونا میگرفتم در درنیا دیست میمونمشه میقا اتالای بهاری گفتم میقا اتالا تیار کنیم برای پیشایی چی وقتی همه گریب داد خیلی چیزاکای تزک پزک چیزای چی میفوره که بخیره که اشتیاده بیایی خیلی باشه حضر همه گریب هم موجوده آمده هم خیلی گریب شدستن ما هم با اویله ما هم اومده رسیدی گریب ها ما هم گریب شده یا پرچه شکرانه خدا که خیلی نقصتر شده مزور بهتریم اینم خیلی گریبی که قرتقا درد میشه محکم میشه قرتقا اینم خیلی برای ما کمتر گفتم اتالا تیار کنم اتالا تزاکی چی استفاده برم برای من اینجا از من دسترخونه تازه میکنم بعد از ولام علاقه وجود آبی اتالام جوش دسته تیار شد بعد میدازیم نه اتالام از ولام علاقه تیار شده گیان اینجا حاضر ایاکلا اتالام میدازم به حد اتالا با مزه اومده برای شما هم تا آخر نوار همراه ما باشین تماشا کنین که چخیل ما اتالا را استفاده برده خیلی استعمال کردیم اتالا را به حد اتالای با مزه آمد امی خوراکای ملی ما خوراکای با مزه هن خیلی از محصولات های هیچی محصولاتشان هم هیچ نیست نه که یک مزه های عجیب دارن زوالای مرد بینین چه خشرا آمده هم که زوالش فسان آمده نکی را اگر با یکم کسرولکا یا که دیگه کلان میکردیم با بهتر بده نکی ما که میم یک کسرولکا که روان میکنم برای همون دارم دکچه مایده اگمون کردم که یک دکچه روان کنیم بسه هم خیلی دوستان عزیز نه اتالام میدازم تیار میکنم به حد مزهش هم چشت مزهش هم با مزه هکای نه زولاش هم خوش را آمده نازی یک بار میمونم این قدر زولای دیگه موندگیش هم ده تلیرکا گرفتم انا میخوام ملایمی بدنش قطعی در مرزیل نیموندم بعد باز تیار میکنم در مرزیل نیمونی بعد تیار کردنم خواهتالا را میدازی زولاش خوش رو میستخدیگم چی نمیشه کم ترک بالاش هم میپشانیم که کم تر بجوشه علاوش هم موندگیم کم اکا که بجوشه بعد چیش میکنیم بعد خاموش میکنیم تمام نیجه ده جمعم زولام ما پیچ اتالا را خاموش کردیم ایستاد اگه دانم دیگ میپیچونیمش ده دیگ میپیچونیمش محکم کده چیش میکنیم میبندیم برای گرفته بردن که در بردن چی نشه خنک نشود هم خیلی میگیریم اتالامونو گرفته آوردیم اینجا ده باشه در خانه مجانشیم اتالا را زیر بای چکه و زلین قطیم با ما کشته آوردن به حد با مزه بود اخدا جان همه در شفای کامل بده همه نقص شوند و از همین نمودی اتالا و از همین نمودی خوراکای تیار کنن استفاده برای خوراکای ملی ما هم به حد خوراکای با مزه خوراکای فایده آور هستن خوراکای خیلی چی میگن ضرر آور نیستن یا همش فایده آورن خیر دوستان عزیز تا